مگر در حکومت امروزه ولی رحمونوف یا که در دانشمندایی که امروز به گفت خودشون به مانند سید مکرم یکی از خائنان ملت که به اسم مفتی علما یعنی به نام علما یعنی جایگزین کرده شده است و امروز مفتی تاجیکستان را وظیفه‌اش را به عهده دارد، مگر این بد اخلاقی رو نمی‌بیند؟ این بد اخلاقی از کجاست؟ نسل جوان از کجا تربیت میگیرد؟ نسل جوانی ما را اینها تربیت مگر نکردن؟ وقتی خود خانواده پرزیدنت و کسی شخص اول کشور و با تمام وزیر و کبیرش میآید با هم زن و بچه در یک جا با یک نمیفهم بدترین حالت با هم میرقصن، مست، نوشیدگی، بد اخلاقی، بد معاشی و اوش میاد بازم سجده میکند و الفاظ اسلامی یعنی دعا کردن رو در پیش پای پرزیدنت نشان میدهد. این خود بد اخلاقی نیست؟ سجده کرده اونجا در پیش ولی رحمان دعا میکند. آخه این انجام دادن فرهنگ اسلامی است که شو دعا به سوی خدا میکنه، ولی سجده کردن هم در نزد پروردگار باید باشد. چگونه تو در پیش امام رحمان سجده میکنی و نزد خدا دعا میکنی؟ آیا بار سید مکرم در همین باره که این سال 2013 شد بار در همین باره صحبت کرد، بار همین را انتقاد کرد، بار بد اخلاق شدن و نوش نوشیدنی چرا صحبت کرد، بار گفت که حجاب در تاجیکستان باید فرض باشد، باید همه حجاب داشته باشند؟ آخه عالم دین مفتیات وظیفش این گفتن حقایق است، وظیفه‌اش فتوا برآوردن بر آن است که دین چی میگوید. حالا هر کسی که مسلمان نیست در او شکی نیست که براش نباید اجباری باشد حجاب، هر خودی میخواد بکند. همون هم که مسلمان است نمیپوشد حجاب اجبارش نکنین، اما باید حقایق دین باید گفته شود که در اسلام آمده است که یک زنی مسلمان باید حجاب بکند. این را نباید که پنهان داشت. وقتی که ما میگیم که دوستان گرامی و هموطنان عزیز، عالمای حقگو از بین برده شدن و امروز به سید مکرم افلاس‌ترین انسان در تاجیکستان اجازت میدهند از کدام نقطه صحبت کنن؟ از باتکس کردن و تاتویروفکا کردن. برای چی این کار را میکنن؟ چون جامعه امروز خطی حکمت و اون نتیجه اومد رسید که به این بد اخلاقی که جامعه را کرده است دیگه سری راهش رو گرفتن نمیتواند، دیگر مجبور شده است که از یک راه حد امکان اینقدر سری راهی را بگیرد. حکومت آزاد بگذارم که بهتر میشد، ولی دید که آزادی از حد زیاد تو چگونه جامعه را میبرد میرساند. دیگر این جامعه را سری راهش گرفتن نمیشد و یک عالمی مثل خائنی مثل سید مکرم باید عالمای حقیقی را به منبر آورد تا اینا بتوانند اون جامعه را با الفاظی زیبا و دلایل‌های قانع کننده به زندگی خوب برگردانند، وگرنه آنها به این زندگی بر نخواهند گشت. برای همین دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، وقتی که ما میایم شما رو دعوت میکنیم که برادر رو بیاید صحبت کنن، از دفاع کنن، عالمای خودتان را تنها نگذارین. وقتی ایشان نوردین جان رو مسجدش رو بستن، چند نفر از جوانان جسور این کشور رفت در نزد مسجد او برعکس ایستاد و نماز خواند؟ چند نماز مسجد جمعه ایشان نوردین جان اجباراً برگزار کرده شد. جوانان بروند بگن اگر تو نماز نخوانی ما نمیرویم. میشد که چنین کرد. همون روزی که مسجد رو بستن ایشان نوردین جان اعلان کرد که من دیگر مسجد رو میبندم، کسی نرفت. باید مجبوری مردم میرفتن، میگفتن تو حق بستن نداری، هر کسی که دستور داده است گه خورده است، ما اینجای نماز رو باید اجرا کنیم. برای ما حکومت مجبور میشد این چیز رو بپذیرد. همین طور به داملو عبدالرحیم، همین طور به حاجی میرزا، همین طور به ایشان علامه و هزار کسی دیگه مثل آنها. اینجا خودمون دور نکنیم از گناه، خودمون نگوییم که نه مشکل در ما نیست، در حکومت است. مشکل در ما، نسل جوان، نسل امروز فردای تاجیکستان هم هست که بزرگای خود تنها گذاشتیم. وقتی مسجدش رو ظلم کردن، بلاش فشار آوردن که میبندیم، او گفت بس است من بستم، ما تمام دیگر نرفتیم. باید میرفتیم مجبوراً در مسجد یک کس هم ملائمون میکردیم، نماز میخوندیم تا زمانی که همین حکومت از این نتیجه گرفته دست نمیکشید. نمیشد که اون 1000 2000 5000 10000 نفری که به مسجد ایشان نوردین جان میرفت همه را زندان میکرد. این امکان نداشت. ولی ترس، هراس، وحشت، بی‌ناموسی، بی‌عدالتی به ما را آورد به اینجا رساند. ولی امروز تقاضا داریم که مثل سید مکرم ها بیاین از ما دفاع کنن.
اینا از ما دفاع نمیکنن. اینها تا اون درجه ای را حرف میزنن که براشون اجازه داده شده است. امروز حکومت براشون گفته است که بروید در فلان موضوع صحبت کنید، چون نسل و دارد با تکس میزند، پاتکس میزند، نمیفهمم. این واکنش جامعه را میبرد و جامعه حکومت رو تنقید میکند. کمی میانه باید باشد. میانه چی؟ مثل دختران امام علی رحمان، مثل این نوار. ببینید مثل این. دولت من سراسیمش میدیسه یکون توی دیگر است. نه وای نکن دوست رو دیگر دیسیر قطی با جا میدیم اما جا نداریم اینجا نمیرم رقص گزن دبر دی دختره رقص مسافر دبر دی کمپیره چی بنم جنبونی به فکرم کی خوابی باید دو جنبونی به کرمس میکلابی بطاری نطاری باید که جنبونی به کرمس میکلابی مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفت مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفت مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفت شما همین لباس ها و رفتار و اخلاق و کردارهای خانواده امام علی رحمان را گرفت دیدید. نه این نسلی است که امروز تربیت گرفته است. از کجا؟ از خانواده همین. کسی که مثلا 10 ساله بود وقتی که این نوار نشر شد، این حال 23 ساله است. کسی که اگر 7 ساله بود امروز وقتی که این نوار نشر شده بود الان 20 ساله است. خب شما فرقیت رو میبینید. اونها همین نوارها را دیدن تربیت گرفتن، دیدن که آینده نسل بانوی اول کشور مینوش، بانوی دیمی کشور مینوش، دخترای پرزیدنت مینوش، نمیفهم رقص و رقاصگی، دیگر چیکار کنن نسل ما؟ کجا باید برود؟ بچه‌های امروز رقاصه از کجا این رقاصگی را یاد گرفتن؟ از امام علی رحمانوف. معین مشخص است که جامعه ما رو به فنا می رود از دستی کسانی که تربیت کننده امروزند. ما حالا هر چه شدیم نسل ما را دیگرها تربیت کردن، بزرگان نسل ما را تربیت کردن. ما و تو امروز تربیت کننده نسل جوانیم که این حال 10 ساله است. من تو هر کار میکنیم اون نسل 10 ساله که امروز عینی حال وارد مکتب میشه، وارد سامانه‌های مجازی میشه و من تو را تربیت میکنیم. تربیت کننده او من تیم، الگوی او من تیم. جوانی که امروز از 20 سال بالا داری تو الگویی برای نسل 10 ساله آینده کشور. مطمئن باش که هر کار کرداری را که تو میکنی اون نسل اصلا میآموزه. امروز در تاجیکستان در بدترین حالت حرامخوری وجود داره، فساد اخلاقی وجود داره، تمامی بدمعاشی وجود داره. امروز دختری 15 ساله می نوشه، دختری 15 ساله حامله دار شده است از راه حرامی. این را به کی اینجا آور رسان؟ مگر ما وطن نمیدونیم که نسل باید چنین، زندگی نباید چنین باشه؟ امروز همین کسل هایی که از طرف بدمعاشی، بدجنسی به دخترها و بچه ها میگذرد، میدونید در تاجیکستان شمارش تعداد چگونه زیاد شده است. همه ساله این رونق پیدا میکند. برادران و خواهران گرامی، باید ناترسیده از ناموس خود دفاع کرد. مطمئن باش که هر روز وضعیت بدتر و بدتر می شود. بیایید صحبت کنیم، برایید معلومات بفرستید، برایید در کنار مبارزه باشید، برای رفتن با انقلاب آماده باشید، خودگذر باشید، در راه جهاد و مبارزه سربالا باشید، نترسید. وقتی که شما امروز میگویند که برادر و خواهر گرامی فلان وزیری بدمعاش، فلان ملیسی
کثیفی که امروز روی مال یک خواهر را کشید یا فلان نفر را لطکوب کرد باید او جزا داده شود، باید 10 تا جوان جسور تاجیک پیدا شود که بگوید اولین شده من جان خود قربان این خواهر میکنم، میرم فلان بدمعاشم جزا میتیم. گلبدین حکمتیار همین کار را کرد، رفت یک بدمعاش رو جزا داد، اگرچه زندانش کردن در آخر کشتنش، ولی امروز صدای او، اسم او، شهرت او در تمام تاجیکستان وجود دارد. در آینده تاجیکستان ما تمام نسل آینده تاجیکستان از چنین مادری که چنین فرزند را تربیت کرده افتخار خواهد کرد، از چنین فرزندی که از ناموس خواهرش دفاع کرد و به خاطر ناموس خواهر کشته شد، نسل آینده تاجیکستان دفاع خواهد کرد، افتخار خواهد کرد. و هر کسی که این کار رو میکند مطمئن باشد امروز من تو برای چی آماده ایم وقتی که آماده نیستیم. من وقتی که در راه مبارزه برآمدم برای عمر علی قوت آماده بودیم جان نبیدیم، اگر میگو که برای هر کاری بکنم رفتم میکردم. ولی امروز چند جوان آماده است که امروز با فرمان هایی که ما صادر میکنیم میگیم که فلان کار انجام داده شود لبیک بگوید بیاد برود بکند. همین جوانی که امروز 18 ساله 20 ساله شد خدمت حربی را تمام کرد، چرا باید نباید با من صحبت کند که برادر من امروز خدمت رو کردم آماده عمل هستم، بیاید که من برم همین کثیفی که در مقابل دین و ناموس و ملت و ارزش ها برآمده است همین بدبخت من جزا بگیرم. چرا چنین اشخاص باید پیدا نشود؟ مشکل در کجاست؟ مشکل در آنی هست که ما ناموس، اخلاق، رفتار، کردار، تمام اون چیزی به انسانگرایی، به اسلام ربط دارد دست دادیم. شرف رو از دست دادیم. ما منتظر چی خواهیم بود؟ نسل امروز از خدمت حربی خارج می شود و می رود دنبال همون کاری را که رحمانوف کرد است، دنبال دختربازی، دنبال مینوشی، دنبال بد اخلاق گرایی. فکر نمی کند که مسئولیت من برای این ملت دفاع از این ملت است. دفاع از این ملت منظورش از نیست که هر کسی که حمله کرد تو مدافع باشید. دفاع از این ملت منظور اوی است که حمله از راه فرهنگی، از راه اخلاقی، از هر راهی که باشد که او آینده به نسل تو ضرر برساند. وقتی که به نسل تو ضرر میرسانند، چه فیزیکی، چه روحی، چه اخلاقی، مطمئن باشد که آینده کشوری تو از دست میرود و به همین طریق کشوری تو از دستت میگیرد. مغزشویی میکنن، اخلاق و فرهنگ و رفتار را عوض میکنن